سلام دوستان، امروز اومدم بهتون یه آموزش کاربردی بدم، اونم در مورد دیسک ماینکرافت. بله، دیسک آهنگ ماینکرافت. بله، آموزش دیسک ماینکرافت، دیسک آهنگ ماینکرافت. بله، دیسک ماینکرافت. ما با این وسایلی که توی دستم میبینید نیاز دارم. اول باید یه دونه فنس برداریم. فنس ها رو به اینجوری ستایی میچینیم. دوتا میایم این ور، دوتا هم این ور و اینجوری 3 عدد هم این ور میذاریم. یک خونه این ور، یکم این ورترش، اینو بذارید بکشه، و یکم هم این ورترش یه دونه ستایی دیگه میذارید به این خونه، یه دونه موکب بشه. این شکلی میایید تو این باشید. یه بلوک هم من وردارم، یه بلوک چوب، هر بلوکی شد وردارید بیایید این بالا که من الان سریع انجام بدم، کات بکنم. یه دونه همینجوری بذاری، یه دونه این شکلی باشه، یه دونه میاد اینجا اسکلتون اسپام میکنید. چون که من دارم تو حالت کریتیو انجام میدم، شما میتونید تو حالت اصلی هم همینجوری یه دونه گیر بیارید و بذارید اینجا. وقتی آوردید یه دونه کلیپر هم میذارید اینجا. وقتی که این حرکت رو دادید، انجام دادید، اینجا میمونید، جایی که مثلا دیگه کلیپر نترکه، اینجا میمونید، خودتون اصلی میکنید. ببینید الان خودتون اصلی میکنید. میبینید الان اون اسکلتون داره به کلیپر شلیک میکنه، همینجوری شلیک میکنه، باید همینجوری بخوره به این کلیپر. شلیکاش باید همینجوری بمونید تا بمیره و مرد. وقتی که مرد دیگه خودتون رو بی‌نهایت میکنید، کریتیو میکنید. امکانم داره بعضی موقع بهتون نده و این دفعه بله داد. یه دونه دیسک بهمون داد، موسیو دیسک. و این هم یکی از آموزش‌های کاربردی ماینکرافت. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای آموزشی بعدی حتما لایک و سابسکرایب بکنید و تو کامنت ها بهم بگید که چه ویدیوهایی بذارم تا از ایده های شما ایده بگیرم. مرسی، تا ویدیوهای بعدی، فعلا خداحافظ.